جهت اقدام برای ویزای استارتاپ که یکی از روش‌های منتهی به اقامت دائم کانادا است، شما باید از یکی از سازمان‌های مورد تایید اداری مهاجرت کانادا نامه حمایتی دریافت کنید. اینکیوبیتورها یا مراکز رشد یکی از سازمان‌هایی هستند که به استارتاپ شما در مراحل اولیه کمک می‌کنند تا بتونه رشد سریع‌تری داشته باشه و از مراحل به اصطلاح نوزادی به جایی برسه که بتونه خودش روی پای خودش بایسته. اینکیوبیتورها خدمات متنوعی رو مثل آموزش، مشاوره و فراهم کردن تدارکات و خدمات ارائه میدن. در حال حاضر حدود 7000 اینکیوبیتور در کل دنیا وجود داره که اکثر این سازمان‌ها در آمریکای شمالی مستقر هستند. اگه یک اینکیوبیتور پروژه شما رو بپذیره، به معنی اینه که به ایده استارتاپی و بیزنس پلن شما اعتقاد داره و میخواد شما رو توی رسیدن به یک موفقیت تجاری حمایت کنه.